90% خانم‌ها به خاطر سنگین بودن سینه‌هاشون و ضعف عضلات سرشانه پشتی سر و گردنشون رو به جلو. 70% آقایون هم به خاطر شرایط کاریشون این مشکل دارن. کافیه یه حله که من امروز دنبالم نیست بذاری به دیوار، این 4 تا حرکت رو انجام بدی. پیشونیتو میذاری به دیوار، دستاتو پشت کمرت قفل میکنی و آرنجاتو از دیوار دور میکنی. حرکت بعدی، دستاتو از پشت بدنت میبری بالای سرت. باید تمام تلاشتو تو این حرکت بکنی که کتفا عقب‌تر از بدنت باشن. دستاتو همراسته سرشانت باز میکنی. هر دو دستت 360 درجه میتابن، اما مخالف هم دیگه. با دستات زاویه 90 درجه رو میسازی. باید سعی کنی با کمترین جابجایی کتف زاویه 90 درجه رو از پایین به بالا انتقال بدی. خواهش میکنم این ویدیو رو برای هر کسی که سر گردنش رو به جلو بفرست. با این کارتون رو از گردن درد 10 سال آیندهش نجات میدی.